تو هر خونه‌ای گوشه هایی هست که کمتر سراغش میرن. زیرزمینی ها، اتاق های قفل شده و صندوق های خاک گرفته. خیلی از ما فکر میکنیم اینها فقط وسایل فراموش شدن، اما بعضی چیزها هیچ وقت واقعاً فراموش نمیشن. این داستان یکی از همون چیزهاست. یک آینه قدیمی که بهتر بود هیچ وقت دیده نشه. آینه‌ای که نفرینش حتی بعد از 100 سال هنوز زنده است. آرش چند روز بود توی خونه قدیمی مادر بزرگش زندگی می‌کرد. خونه‌ای بزرگ با دیوارهایی ترک خورده و پنجره‌هایی که بیشتر شیشه‌ها شکسته بودن. هوا همیشه بوی نم میداد. اون روز تصمیم گرفت به زیرزمین بره، جایی که از بچگی هیچ وقت اجازه نداشت واردش بشه. زیرزمین تاریک بود. همه جا پر از وسایل قدیمی بود. صندوقچه های ترک خورده، قاب عکس های زرد رنگ، لباس های پوسیده آویزون و عروسک های چینی با چشم های شکسته. همه چیز عجیب بود، ولی چیزی بیشتر از همه توجهشو گرفت. یک آینه بزرگ گرد. آینه زیر یک پارچه ضخیم قهوه‌ای رنگ بود. وقتی پارچه رو کنار زد، بوی تند خاک و زنگ زدگی پیچید توی فضا. آب آینه از جنس فلز سیاه بود، سنگین و سرد، پر از خط و خش. اما چیزی که بیشتر از همه عجیب بود، حکاکی‌های روی قاب بود. نمودهای مار پیچ مانند و خطوطی شبیه دستخطهای باستانی. هیچ وقت چیزی مثل اون ندیده بود. آرش برای چند لحظه به آینه خیره شد. انگار یک نیروی نامرئی مجبورش میکرد نگاهشو ازش ور نداره. وقتی با دست روی سطح سرد فلز کشید، سرمای ناگهانی مثل برق از انگشتاش رد شد. ناخودآگاه دستشو عقب کشید. قلبش برای چند لحظه تندتر زد، ولی اون فکر کرد فقط یک توهمه و آینه رو به اتاق خودش برد. همون شب بعد از ساعتها بیخوابی بالاخره خوابش برد. اما حوالی 3 نیمه شب با صدایی بیدار شد. صدای نفس کشیدن، سنگین و خفه، درست پشت سرش. عرق سردی روی گردنش نشست. به آرومی برگشت، اما اتاق خالی بود. فقط سایه‌های مبهم وسایل در نور کمرنگ چراغ خواب. ولی وقتی چشمش به آینه افتاد، قلبش فرو ریخت. تصویر خودش بود، اما چیزی درست نبود. وقتی پلک زد، تصویرش با کمی تأخیر پلک زد. وقتی سرشو چرخوند، تصویرش 1 ثانیه بعد همون کارو کرد. آرش خشکش زد. برای چند لحظه به تصویر خیره شد. نفساش به شماره افتاده بود. سعی کرد با خودش منطقی حرف بزنه. شاید خستم، شاید نور کمه، مغزم داره بازی در میاره. یک شب وقتی بی حرکت جلوی آینه ایستاده بود، تصویرش شروع کرد به لبخند زدن. لبخندی پهن و شوم، در حالی که خودش حتی 1 ذره تکون نخورده بود. صبح روز بعد وقتی بیدار شد، دید روی سطح آینه رد انگشتری خونی مونده. خطوط کشیده، انگار کسی از داخل آینه دستشو فشار داده باشه. وحشت زده با پارچه تمیزش کرد. فکر کرد تموم شده. اما شب بعد رد انگشتا دوباره ظاهر شدن. این بار بیشتر و تازه تر. چراغ اتاقش هم شروع کرد به چشمک زدن. هر بار که نور میرفت و برمیگشت، حس میکرد چیزی توی اتاق تغییر کرده.
یک بار وقتی چراغ خاموش شد دید سایه موجودی سیاه پوش از داخل آینه بیرون اومد. هیچ وقت کامل دیده نمیشد. فقط هیکل کشیده و بلندش و چشمهای سرخ رنگ. موجود آرام و بی صدا حرکت میکرد مثل دود. وقتی چراغ رو روشن میکرد موجود ناپدید میشد، اما نگاه اون چشمها تا عمق وجودش نفوذ کرده بود. آرش فهمید آینه یک وسیله معمولی نیست. اون یک دروازه است، یک گذرگاه به چیزی که نباید وجود داشته باشه. آرش دیگه طاقت نیاورد. تصمیم گرفت دنبال جواب بگرده. بعد از پرس‌وجو پیرزنی توی محله حاضر شد باهاش حرف بزنه. پیرزن گفت این آینه مال یک زن بوده. حدود 100 سال پیش اون زن جلوی همین آینه خودشو کشت. میگن همیشه با خودش حرف میزد. انگار چیزی توی آینه میدید. وقتی مرد هیچ وقت روحش آرام نگرفت. همه گفتند روحش داخل همون آینه گیر کرده. از اون موقع هرچی آینه رو برداشت بلا سرش اومد. اون زن دنبال یک نفر میگرده. یک نفر که بتونه جاشو بگیره. آرش با شنیدن این حرفا خشکش زد. تازه فهمید چرا تصویرش توی آینه فرق داشت. اما اون لحظه دیگه خیلی دیر شده بود. شب آخر آرش جلوی آینه ایستاد. اتاق تاریک بود. سکوت مطلق. فقط صدای تیک تاک ساعت. به تصویرش نگاه کرد. تصویرش شروع کرد به حرکت. لبخند زد. همون لبخند شوم. آروم دستشو بالا آورد. آرش میخواست عقب بره، اما انگار پاهاش به زمین چسبیده بودن. تصویرش دستشو به سمت شیشه برد. اما این بار دست از داخل آینه بیرون اومد. سرد و خیس یقشو گرفت. چراغ‌ها ناگهان خاموش شدند. صدای جیغ بلند فضا رو پر کرد. بعد سکوت مرگبار. صبح فردا اتاق خالی بود. هیچ کس نبود. فقط آینه بزرگ همونطور به دیوار تکیه داده شده بود. اما وقتی به آینه نگاه می کردی تصویر داخلش دیگه آرش نبود. صورت اون با همون لبخند شوم پشت شیشه گیر افتاده بود. چشماش پر از وحشت اما بی صدا.